توفیق توفیقی از 37 به بعد چیز میشه. نه از سال توفیق از سال 1101 که منتشر شده تا سال 32 یه ضرب همینجوری اومده. درست ادبی بوده. داره ادبی بوده دیگه. نه از سال 27 از سال 20 به بعد شروع میکنه اصلا توفیق فکاهی. یعنی از 20 توفیق تو از سال 20 میگه توفیق روزنامه است ملی و مستقل. این عبارت خیلی مهمه، ملی و مستقل که به هیچ حزب و دسته و جمعیتی بستگی ندارد. این تیتر زده روزنامه فکاهی توفیق. روزنامه توفیق توفیق چیز میشه. توفیق چیز شده اصلا حالت نمیدونم سروری نمیدونم آقای حتی همین آقای پرویز خطیبی اینها همه سردبیرای روزنامه بودن. بعد حسین توفیق بعد همجور میان اینا سردبیرای فکاهی بودن. حالت اوج کاراش توی سالهای اوج شعراش که شعرهای بسیار قشنگی هستش مثلا نظر صنایع لفظی و اینا مثلا قاقانی و خاقانی و نمیدونم اینا مثلا شعر ساخته مال سالهای مثلا 22 و 3 و 4 و اینا هستش. درست. حالا پس ما میتونیم بگیم علی سروری هم تصمیم بسیار خوب بود که اون سالا مرد. سالهای 24 درسته. حاجی بابا شمل توفیق چلنگر بابا شمل اینا که سال 28 در اومدن. حاجی بابا همینجور در دوره 32 بوده دیگه همه اینا در اومدن. شاخصترین اینها حاجی بابا بود و چلنگر. حاجی بابا مستقل بود ظاهرا همشون چپ بودن و همشون چپ می‌زدن ولی زیر بلیت حزب توده مستقیما نبود اما چلنگر مستقیما زیر بلیت حزب توده. روزنامه‌ها مجلات هم شیطان بودش نمیدونم ماه بود مال شهریاری نمیدونم بعد چیز بود مال اون آقای خلخالی بعد از انقلاب گرفتن کردن زندان بهلول بود که عین علیزاده بود. یعنی علیزاده الان جواد علیزاده یه بهلول یعنی طنز و کاریکاتور بود نه فرم چیزش دیدگاهش نسبت به مسائل فانوس بود. آره اینا مجلات اینجوری همش اینا که بودن اینها خیلی چیز نداشتن. معروف ترینش اون وقت حزب توده سعی کرد اینها رو زیر بلیط داشته باشه و حداقل با تفکرات خودش همراه بکنه. درسته. و اینا همراه هم میرفتن. منتها تو چیز بودش که خودش علاقه داشت آقای افراشته که خودش اصلا دنبال توده یا میرفت و اصلا خودش هم اصلا ارگان حزب توده هم در حقیقت بودش که ستاره 5 پره هم سرخ هم بالا میزد و داد چکش هم میزد اون بالا و اینها اصلا صریح هم میرفت دنبالش. بقیه تقریبا چیز بودن چلنگر. بقیه روزنامه های دیگه مجله های دیگه هم حالا بودن که بعد از انقلاب مثلا فرض کنید آهنگر مال آقای مرتضی راوندی بود. بعد مثلا فرض کنید حالا جدی بودون یا اونایی که ما بعد از انقلاب من یا بیشتر آشنا شدم باش مثلا مجله فریاد خوزستان مال آقای آشوری بود اصلا چیز توده‌ای بود اصلا برای توده‌ای‌ها گرفته بود اصلا امتیازشو مثلا و نظایر خیلی بود حالا من میشمارم خیلی اون علمایی هم بودن که امتیازا رو داشتن تو خونه‌شون گرفته بودن گذاشته بودن خونه لازم باشه. آره مثلا فرض کنید که توفیق مثلا حالا فلان مجله مثلا فرض کنید چلنگر تعطیل میشد روزنامه مثلا فرض کنید شیطان منتشر می‌کردن بعد چیز زد نمیدونم بر شیطان لعنت لوگوی شیطان داده بود یه بر کوچولو بالا و مثلا شیشه نازک نوشته بود یه لعنت مثلا فرض کنید نمیدونم کوچولو هم نوشته بود روزنامه شیطان تعطیل مثلا این پایین مثلا روزنامه فلان بخونید که روزنامه شیطان حالا مثلا تعطیل شده نمیدونم یا بر شیطان لعنت از این کارا می‌کردن. روزنامه رو جای هم دیگه منتشر می‌کردن یا رنگاشو جای هم می‌ذاشتن. این شیوه مثلا سال 57 58 هم توسط بعضی از آقای ناجور کپی شد و جواب میداد. خب حالا من یه سوال اینجا بکنم برای خودم لازم میشه. نشریه حاجی بابا مثلا بابا شمل و توفیقی که میدونیم بابا شمل هم البته مشخصه اینها از یه نماد خاص نشریات طنز از نماد خاص استفاده می‌کردن. همشون نماد داشتن. چی بودن اینا؟ حاجی بابا یک پیرمرد بودش که شال دور کمرش بود. بابا شمل یه جاهله بود. عرض کنم به حضور شما که
توفیق سمبولش ملت بود اون موقع. بعداً کاکا توفیق رو بعداً سال 57 درست کرد. 37 درست کرد. نه قبلا نبودش. قبلا سمبول هم نداشتن. کاکا توفیق همون چیزه مردی بود روش کلاش می‌نوشتن ملت. آره یک کاریکاتور پیرمردی می‌کشیدن که ریش سفیدی داره می‌نوشتن ملت. بعداً هم استفاده که بعداً کاکا توفیق گذاشتن. کاکا توفیق خودش به تنهایی جواب نداد. گشنیز خانم و چیزا. حالا گشنیز خانم هم روز اول گشنیز خانم و معمولی رو گذاشتن و نمیدونم کرخه رو گذاشتن و اینا رو گذاشتن، ولی خود کاکا توفیق به عنوان نماینده مردم جواب نداد. یعنی بعضی جاها میرسید میخواد به بن‌بست. کاکا توفیق یه مثلا رندیایی داره، یا مثلا فرض کنید یه مسائلی برای کاکا توفیق پیش میاد که شخصیت کاکا توفیق رو خراب میکرد. اگه می‌خواستم میگن آقا ملت مفعول و مثلا فرض کنید فلان جریان سیاسی واقع شدن، یا کاکا توفیق رو می‌ذاشتی و کاکا توفیق اصلا انگ می‌خورد بهش، اصلا خراب می‌شد. اصلا اون شخصیت رند و شخصیت نمیدونم هوشیارش از بین میرفت. درسته. این بود که مجبور شدن که ملت رو هم دوباره در سایه نگه دارن. تو سایه بود ملت، یعنی اونهایی که هوشیاری درش داشت، که بیشتر هم هر روزنامه هوشیاری داره دیگه، داره انتقاد میکنه، داره ایراد میگیره، داره پروتست میده. اون جاهایی که داره صحبت میکنه کاکا توفیقه. ولی اون جاهایی که میگه آقا دیگه حالا اینجا گیر افتادیم، اینجا پدر ملت در اومد، دیگه نمیگفتن پدر کاکا توفیق در اومده، اینجا ملت از تو سایه میومد بیرون، میذاشتنش و تیر میذاشتنش، به اصطلاح تیربارش میکردن، باز اون اطلاعات بود میذاشتن کنار. ملت همیشه بود همیشه در کنار بود، هر وقت لازم بود میومد. آره حاجی بابا و بابا شمال، این جاهله همون اسمش بابا شمال بوده. بابا شمال بود. حاجی بابا همون اسم حاجی بابا پیرمرد است دیگه. آره شخصیت‌ها حالا داره، بقیه چیزا دیگه هم نگاه کنید شما اینجوری داره. شیطان مثلا فرض کنید اون شیطانه هستش، نمیدونم چیزای دیگه همین مثلا فانوس به خاطر اینکه مثلا نور تو تاریکی هستش، شیخ با فانوس بوده که کسی باز مثلا همین فانوسه بودش، خود فانوسه. آره مثلا خیلی کم بود اینا، اصلا خیلی شاید منتشر چیزام نبود، یعنی خیلی هم دوران طولانی خیلیاش اینا 2 شماره 3 شماره ای هستن. بله خیلی از اینا که نگاه کنی 2 شماره 3 شماره، بعد از نگاه که تک شماره که داد دلت بخواد زیاد بشه. بله توفیق یا حالا شما گفتید حاجی بابا که مستقل بود تقریبا. خب مستقل بود، به هر حال گرایش‌های طرفی داشت. من فکر می‌کنم و بعدم گرایش‌های در حقیقت چجوری خود پرویز خطیبی رو باید شما بشناسید. خود پرویز خطیبی زیاد همچین چیز بچه مثلا کاسه بود. بگو بلندتر بگو. بگو بالا حرف بزنید. نه من هر موقع خواستم بیاد، بعد من یه روز دیگه هم بیاین شام میمونه، ما صبح میشینیم گپ میزنیم، نگران نباش. الان نه بابا مهمونی، من باید برم تو مهمونی بشینم، شام میزنن 2 تا لقمه بزنن، بعدم اونجا بشینن یکی منو برداره بره سودر خونه بره خونه‌اش. این معنیش اینه که من وقت 12 گرفتار باشم، هر چی دیرتر برم از مادر دیرتر منفک بشم بهتره. اینم باید من یه غذایی بهش بدم بخوره که میرم اونجا نگرانش نباشم. اینم الان آماده میکنم، شما نگران نباشید، هر موقع رفتید منو میگم. من فقط نگران شما نباشم که بخواید تا 12 بشینی اونجا رو از دست بدن. من دیگه بقیه‌اش روشنه. من دیگه با این حل کردم. اون شده این اذیت هم نکن، بذار حرفام بزن. آشام آماده میشه الان میخوره. نگران نباش.